علیکم دوستان، سلام علیکم подписчикои ман. خوش آمدید به کانال من. امروز من خواستم که با شما کمی ولاگ صحبت کنم. من اول خواستم به شما بیرون خود رو نشان دهم، هوایمان رو بگم. مثل هر وقته هوای ما نقص امروز طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، همین خلق دنیا وبطلتك دین بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما حاضر من کموسی بچه ما یا بارتوزه کردستم کدام لباس هایی که مودا علاقه مایده شدگی من گرفتم رمضان ده و اینجا حياتي، گذاشتم لباس های مایده شده که شاخصی همه شده یا پاکت میمونم. يا ربي نمیدونم که اینها رو دعاتي کجا کنم، تقبلها کسی خیلی عطول. نیستد. رمضان ده رحمة دنیا من عزیز همه ربنا لباس های من نعمة، دادن اینجا انداختم بيحل تا پاکت حياتنا چک کردم. نظر من در یکم جا میمونن ایستد. رمضان ده حياتي. یک بار دیگر سلام دوستان. حاضر من در اینجا خمیر اوگرا رو تیار کردستم. برای خمیر ما در کار است یک دانه تخم، آب، نمک و کمی آب. از ما همه اینها رو یک جای کرده کمی خمیرچه میشورم. اول ما تخم رو میزنیم، کمی آبی که با نمک یک جای کرده بودیم در این بالای تخم میریزیم و کمی آرد دیگر رو یک جای کرده خمیر میشوریم. رمضان ده حياتي، شمع على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة، من میخوام بيحل خمیرم رو شوریدم. حياتنا حاضر میمونم که ويفرشها کمک دم گیرد و دراز کرده میبرم. حيا أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي. تو خمیر مو رسیدن من خواستم که از گوشت مرغ فرش تیار کرده فریکادل که تیار کنم. انا میخوام فرش ما تیار شد. من هم این میسرب که پیاز رو هم گذراندم. حاضر من اینها رو شریکچه میکنم. میخوام من از فرش شریکچه کو تیار کردم برای اوگرامون. از من در خاطر میمونم که کمتر ایستد تا تیار کردن خوراک بعد در خوراک همراه میکنم. انا اکنون خمیر ما رسید. حاضر من به تنو کردنش شروع میکنم. خمیر من کمی کلان بود. من از بین دو قسم کردم. یک قسمش را حاضر تیار میکنم، دیگر قسمش را برای دیگر وقت میمانم. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى. يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمع على مماتي، يا رب دعاتي انا میخوام ما خمیر رو تنوک میکنیم، نه اونقدر تنوکی بد، کمی غوصت باشد. بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي
وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمعة مماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. من همیشه من خمیر را تنو کردم. حاضر من به بریدن شروع میکنم. شما می توانید تیار کنید، خیلی آسان است. من حاضر یکم بار شد همین خیلی چیز تیار میکنم. من یکم بار شد میبرم. من اونقدر این کار رو کردگی نیستم، آبودنی ندارم. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة، بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حيا أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول. ما أحلى حجابي اکنون بریدیم. حاضر ده همشه دسته میکنیم زي صحباتي که باریک شود. عايزين عطول. رمضان ده حياتي، رمضان ده حياتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة، بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده لا 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 لا. انا اکنون توپای ما هم تیار شد. بینید همین خیلی من بریدم. حاضر اکنون آبش تیار کردنش شروع میکنم. من همه چیزها را ضرید نکردم و پرست در آب همین خیلی انداختم که جوشد. اول من آب گرفتم، نخود انداختم که کمی جوشد. بعد پیاز، پمیدار، برگالسکی جویا کردم. کمی که نخودش که پخت، بعد فیلیکادیلکی همونه یک جویا میکنیم. همین خیلی من فیلیکادیلکی ها را همراه کردم. حاضر کمی جوشد. بعد من توپش میاندازم. يا رب بلغنا عطول، ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، انا اکنون من توپش را یک جویا کردم. حاضر 5 منوته که جوشید کشیده میخوریم. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة، بيحل حاضر ما افطار حياتنا میکنیم برای نوشیدنیتان. ويفرشها شما هم خود داشته باشد دستمان شدیتان و همتون خیر. خدا نگهدارتان باشد.